خب موضوع بعدی که دیگه میخوام دربارش صحبت کنم در رابطه با اندازه‌گذاری هاست. درباره اندازه‌گذاری هاست که توی تب انوتیت اندازه‌گذاری ها چیزی تقریبا خاصی نداره، همش شما تو کد یا نرم افزار دیگه انجام دادین. من اندازه رو میزنم. این مهمه که این بیستون کجا باشه، پیکتون کجا باشه. الان مثلا روی وال، یعنی فیس دیوار رو دیوار، صفحه رو دیوار، این اگه مثلا داخل سنتر باشه آکس تا آکسش رو میگیره. کلیک میکنین نقطه دوم یا نقطه سوم هر چند تا برمیگردین خودش فیکس میشه. دایمنشن ها مثل بقیه فامیلی ها یه سری تغییرات داره، یه سری پارامترها داره، مثل رنگ، چون رنگش میتونید تغییر بدین. مثل اندازه تکست، میتونید اندازه تکست رو تغییر بدین. فاصله تکست از لاین باشه، محل قرارگیری، همه اینا رو چیکار میتونید بکنید؟ میتونید تغییر بدین. رنگش رو عوض میکنم. مثل بقیه فامیلی داره، میتونید تغییر بدین. اندازه گذاری با سایزهای مختلف در کار. حتی شما اینجا با مقیاس هم میتونید اندازه گذاری ها رو کلی تغییر بدین. اینا جز به جز تغییر میکنه، کل به کل تغییر میکنه. خب یه چیزی مهمی که تو اندازه گذاری هست، این حالتی هستش که شما اتوماتیک برای شما اندازه گذاری کنه. این تو حالت پیک اینتروال رو انتخاب کنید، آپشن. این برای اوپنینگ ها، میخواد اوپنینگ ها رو شما براتون مشخص کنه یا نه؟ میخواین وسط اوپنینگ ها مشخص باشه یا ابتدا انتهاش؟ و دیوارهای داخلی هم میخواد باشه یا نباشه؟ شما این کار بکنید، یه دیوار انتخاب کنید، خودش کامل اندازه گذاری میکنه. از این طرف یه دیوار انتخاب کنید، همه خودش اندازه گذاری میکنه. از این طرف یه دیوار انتخاب کنید، همه دیوارهای این طرف هم خودش اندازه گذاری میکنه. این راهیه که شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید یه اندازه گذاری رو اتوماتیک خود خب این که اندازه گذاری لاینی معمولیه. یه سری شکل هم الان من بکشم که اندازه گذاری دیگر رو بهتون بگم. خب این چند تا مورد من براتون بگم. خب میتونین زاویه رو مشخص کنین، ابتدا انتهای زاویه توی قوس رو مشخص کنین. میتونین شعاع یه زاویه رو مشخص کنین. میتونین قطر یه کمان رو مشخص کنین. حالا اگه من یه دیوار آزاد اگه بکشم، درجه زاویه مشخصی، شما میتونین چی انتهاش رو مشخص کنین و چی به این زاویه‌شو بدین. میتونین شعاع دایره، میتونین یه طول یک کمان رو بگین، طول این کمان چقدره، میتونین تعیین کنین. و میتونین لول رو مشخص کنین، لول یه سطح رو، مثلا اینجا لول اینجا. اگه میخوان رو سطح عمل کنه، این چپ راستش رو مشخص کنین که رو سطح عمل کنه باید این حالت شیدد باشه که لول چیزش رو لول به شما بده دیگه. مثلا بگم من اینجا رو میذارم این لول، اینجا بزنم این لول، این یک اومده 50 تو پله. همینجوری هر جایی که میخوان میتونین لول رو مشخص کنن. مثلا این ارتفاع اینجا 120، رو سطح میتونین بزنین لول ها رو مشخص کنین. بعد با این میتونین شیب رو مشخص کنین. خب الان این به درصد نوشته، یعنی با نسبت نوشته 83 به، میتونین تغییرش بدین. من ادیتش رو بزنم تغییرش بدم، بیام اینجا اینو تبدیل کنم چه به پرسنت، یعنی بشه درصد. مثلا این شیب ما 8%.
میتونین یه سری خط داشته باشین که باش مثل کد میتونین دیتیل همینجا بکشین، خواستین رفرنس بدین. ابزار دراوینگ دارین کامل، میتونین دیتیل بکشین. میتونین یه محدوده رو مشخص کنین. این داخل محدوده میتونین هچ بزنین، میتونین خالیش کنین، میتونین هر کاری میتونین داخلش تصویر قرار بدین. هر کاری که میخواین میتونین داخل چی اینجا الان انتخاب میکنین، میتونین یه آدرس یه چی ایمیج تصویری بهش بدین که این داخل این کات قرار بگیره. میتونین کامپوننت های چیزو مشخص کنین، کامپوننت های دیتیل ها رو از جای دیگه بیارین یا مبلمان بیارین. تو کد معمولا مبلمان میارن. خب میتونین یه فضایی رو بیشتر برای سازده کلاود بکشین، دورش یه فضایی رو مشخص کنین در این شکلی که بعدا بتونین بهش ارجاع بدین. این شکلایی که داخل مثل پیچ و لوله و اینا دیده میشه، میتونین تکست اضافه کنین، میتونین تگ کنین فضا رو. مثلا من توی این فضا توی نقشه مثلا تیپ های درهای مختلف دارم، میتونین شما تگ کنین. مثلا من بگم که خب این تیپ این در چنده، مثلا تیپ 18 است. توی تنظیمات فامیلی اینو میتونین تعیین کنین. میتونین بگین که همه مثلا درا رو تگ کن، اینجا همه رو تگ میکنه. ببینید مثلا میگه این تیپ 27 22 این 43 اینا همش میتونید شماره گذاری کنه، میتونید تیپ بندی کنید. هر کاری که میخواین میتونید شما اینجا بیاین داخلش و اینو مشخص کنید که چه تنظیماتی برای این تگ میخواین انجام بدین که در خود فامیلی هر کدوم فامیلیام قابل مشخص کردن و قابل اندازه‌گذاریه که چه کار میتونین انجام بدین. این از اندازه‌گذاری. خب این که برای که اینا رو تعریف کنیم این فامیلی رو انتخاب میکنیم. اینجا تایپ مارکش رو مثلا میگیم مثلا تایپ مثلا 2. اینا که مربوط به اینه تایپاش تغییر میکنه، به تایپ 2 تغییر میکنه. دیگه شما میدونید که این تایپ 2 هستش و توی درتون هم این همیشه مشخص شده است دیگه. اینو اندازش کوچیک‌تر میکنم که بتونید بهتر ببینیدش. یکی از چیزای دیگه که میخوام برابر صحبت کنم در رابطه با پله هاست. پله ها رو هم شما میتونید اندازه گذاری کنید، یعنی شماره گذاری کنید. ببینید من اینا رو مشخص میکنم، این شماره تعداد پله ها میاد اینجا. وقتی که اینا رو انتخاب کنید میتونید حالا یکم این اسکلش بزرگی و کوچیک‌ترش میکنه. شما اینو که انتخاب میکنید به عنوان یه انوتیت میتونید تغییراتی توش بدید. میتونید جایی که این هست رو تغییر بدید، به راست ببرید، به یک چهارم راست ببرید. میتونید ببرید به راست، بعد آفستش کنید، آفستش یا به مثبت یا به منفی. این منفی شد. مثلا من میگم منفی 3. این اومد این طرفتر. میتونید محل اینو مشخص کنیم، محل عدد رو مشخص کنیم. میگم منفی 1 نزدیکتر شد. این هم اندازه گذاری برای پله ها. خب من ببخشید صدام کم میشه. من شیت بندی رو هم بهتون بگم. ببینید شما هر چی که اینجا تو این لایه ها هر چی درست کنین اینا مبنا میشه برای شیت بندیتون. یعنی الان مثلا من تنظیماتشو میذارم روی ریالستیک، سایه روشن میکنم، همه اینا میشه مبنای چیزی که ما میخوام ببریم تو شیت. پس شما هر تنظیم که اینجا انجام میدین چیه، اینا همه مبنای شیت بندی شما میشه دیگه. الان من همینو میتونم ببرم. اون پلان طبقه 5 که ساده است میتونم ببرم. پلان طبقه اولم که مثلا حالتیه که فقط شیدته، هر حالتی که شما تنظیم کنین همین حالت میره برای شیت بندیتون توی
و هر اسکیلی که تعیین کنید، بس اینا خیلی تعیین کننده است که شما چه چیزایی تعیین می‌کنین، چه شکلی تعیین می‌کنین برای شیت بندیتون. برای این کار اینجا میان شیت درست می‌کنین. شیت میتونین یعنی A1 پیش‌فرض خودشه، میتونین لود کنین، حالت‌های دیگه رو بیارین، اسکیل‌های دیگه رو بیارین، اوکی کنین، صفحه شیتتون باز میشه. این شیتتون یه سری تنظیمات داره، تاریخ داره، میتونین همش ادیت کنین، اسم داره میتونین ادیت کنین، اونر داره کی هست، همش قابل قابل انتخاب کردن و ادیت شدنه، همش قابل تنظیم کردن، قابل ادیت شدنه. شما این شیتی که دارین و میتونین تنظیماتش رو اینجا الان میبینید کی هست، میتونین بگین که هر کسی که اسمش هست مشخصه، دیزاینر مشخصه، طراح اصلی مشخصه، اونر، سفارش دهنده، چکر مشخصه، تاریخ مشخصه. پس همه رو میتونین چیکار کنین؟ اینجا تنظیم کنین. اینا همه رو میتونین تغییر بدین به اون چیزایی که خودتون قرار داخل شیت وارد کنید. با توجه به این که ما قبلا این تنظیمات اینجا کردیم، هر کدوم از اینا رو شما مثلا حتی مثلا اینجا یه تو این پروژه مثلا من یه برش میام ایجاد میکنم، و اینجا نامش سکشن رو میارم و سکشن رو فرضاً رنگیش میکنم، حتی سایش هم روشن میکنم. شما توی این شیتتون هر کدوم از اینا رو که بیاری، مثلا من اینو درگ کنم بیارم اینجا، با همون مشخصاتی که شما اونجا کار کردیم بیاری، این پایین نوشته ببینید نوشته سکشن 1، با همون مشخصات میاره براتون. خب این شیت برای این کوچیکه دیگه، اینجا دیده نمیشه دیگه. شما میتونین چیکار کنین؟ میتونین اینو محدودش رو انتخاب کنین، اینو محدودش رو بیارین پایین‌تر که محدوده که دارین اینقدر نمایش داده بشه فقط ازش. تمام این هر کدوم از اینا که شما میارین، من میرم یه شیت دیگه درست میکنم، دوباره تنظیماتشو اینجا تغییراتشو میدم. حالا پلان طبقات رو میارم، مثلا همکف رو میارم اول، یکم این همکف رو میاریم، این محلش رو مشخص کنیم چیه. ببینید اینو چون من طبقه اول و سایش رو روشن کردم دیگه، با سایش میاد دیگه. شما میتونید طبقات دیگر هم به همین شکل بیاریم. مستمر که ایراد داره رد میکنه، خودش هم الان اسنپ کرد. همین شکلی میتونید شیت های دیگر درست کنید و از شیتتون حالا تکست اضافه کنین و خروجی بگیرین. میتونین خروجی های فرمت کد بگیرین، میتونین برین تو پرینت. اگر تو پرینترتون پی دی اف تعریف کرده باشین، مثلا پی دی اف دارم اینجا، اگه تعریف کرده باشین یا نرم افزار خود پی دی اف بهتره، پی دی اف اکروبات پی دی اف، میتونین از این چی یه خروجی بگیرین. این میشه چی؟ خروجی پی دی افتون. حتی اگر رندرهای داخلی هم داشته باشین به همین صورت میتونین بیارین دیگه، چه تصویر بیارین.